آقا بذار یکم دیگه بخوابیم. راستی امروز تکلیفمون چی بود؟ بدو بریم. اون مدرسمه. مدرسه ما واقعا اینطوری نیست. اگه توی یه ثانیه نرسم دیگه وقتشه. آقا میتونم بیام داخل؟ نه. پس من برم خونه‌تون. از اونجایی که میدونستید امروز امتحان ریاضی داریم. خب به چی؟ امیدوارم که خوب نگاه کرده باشید. آروم باشید آروم. آقا نمیشه هفته بعد بگیرید؟ آره آقا راست میگه، ما نگاه نکردیم. خب به من چه اینقدر تعطیلی داشته دیگه نگاه میکردید. آقا سیروس به علاوه سینوس میشه کوسی. اگه به دست دقت میکردی میتونستی بنویسی. آقا شما پدر منو میشناسید؟ نه. اگه به مادرتون دقت میکردید میشناختید. پاشا برو بیرون چو. داری اشتباه میزنی. نه ببین دیروز پاهاش اینجا بود.